حکم خوردن آلت تناسلی مردان توسط همسرش از نظر زیر مراجع تقلید چه حکم دارد؟ خوردن آلت تناسلی مرد توسط همسرش اشکال شرعی ندارد و حلال است، ولی منی نجیست عین است و خوردنش توسط حرام است. تشریحات دیگری که در موقع لذت بردن های جنسی آلت تناسلی مرد و یا زن بیرون میآید پاک است، اما به احتیاط های واجب نباید خورده شود. این کارها از کامبوجی های غیر متعارف محسوب می شود و بر زن واجب نیست که در این گونه موارد خواست شوهر را اجابت کند. ولی برای همسر خوردن واژه ها برای شوهر چه حکمی دارد؟ خوردن اعضای مختلف زن شوهر توسط همدیگر اشکالی ندارد و جایز است. زن و شوهر میتوانند هر نوع لذتی از همدیگر ببرند، لیکن بلیدن رطوباتی که از بدن همدیگر خارج می شود حرام است. درخواست مکرر شوهر برای خوردن آلت تناسلی: این گونه استمناء و لذت بردن از زن در اسلام نشده است و مرد میتواند به صورتهای مختلف از همسر خود تمتع و لذت جنسی ببرد. شکی نیست که این امور برای برخی زنان خوشایند نیست و طبیعی است که از انجام آن تفرحند.